سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با همدیگه ببافیم که بافتش خیلی ساده هست و خیلی همزمان بر نیست که من برای بافت این کلاه از برای قسمت کش بافتش از قلاب شماره 5 استفاده کردم و برای این قسمت طرحش قسمت بالای کلاه از قلاب شماره 5.5 استفاده کردم. کانوا هم کانوا فیلاتیاریا هست که این رنگ زردشه که مشخصاتش به این شکله همطور که میبینید و ضخامت کانوا هم که به این صورته. نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. خب بافت رو میخوایم از قسمت کش بافت شروع کنیم که به این شکل هست. اصل این کلاه قسمت کش بافتشه که این طرحو برای ما به وجود میاره. برای این بافت حالا ما میایم شروع میکنیم اول به زنجیره زدن و به اندازه این که میخوایم پهنای کش بافتمون باشه زنجیره میزنیم. من توی این کلاه که بافتم به نسبت ضخامت نخ و قلابم 9 تا زنجیره زدم که بیس و پایه اصلی پایه هم 8 تا پایه میشه. خب حالا اینجا هم من میام 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب 9 تا زنجیره رو که زدم کارو برمیگردونم، میخوام بافت رو توی این حلقه‌های پشتی انجام بدم. میرم داخل این حلقه پشتی نخ میگیرم و 2 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنم که میشه پایه کوتاه. پس من این قسمت 8 تا پایه کوتاه باید ببافم تا آخرین زنجیره که رج اول میشه. رج اول 8 تا پایه کوتاه رو میبافیم. به این ترتیب 8 تا پایه کوتاه رو که بافتیم، برای بافت رج 2 یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و میخوایم دوباره بافت رو توی این حلقه های پشتی انجام بدیم. پایه اول رو افزایش میدم، یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافم به این شکل. بعد بقیه پایه ها رو ثابت میبافم. 7 تا پایه ثابت بافته میشه، یعنی روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. به این ترتیب 7 تا پایه رو که ثابت بافتم، برای بافت رج 3 زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. رج 3 من 8 تا پایه رو ثابت میبافم، یعنی توی هر پایه داخل حلقه پشتی یک پایه کوتاه میبافم. به این ترتیب 8 تا پایه کوتاه رو که بافتم، حالا توی این پایه آخر 2 تا پایه کوتاه میخوام ببافم و به اصطلاح افزایش بدم به این شکل. ببینید حالا برای بافت رج 4 دوباره زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. توی رج 4 اول رج رو دوباره میخوام افزایش بدم. 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافم به این شکل و بقیه پایه ها رو که 9 تا پایه هست ثابت میبافم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به سر رج. به این ترتیب دوباره زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. برای بافت رج 5 من اینجا 10 تا پایه رو ثابت میبافم تا برسم به این قسمت و افزایشش بدم.
10 تا پایه رو ثابت بافتم، رسیدم به پایه آخر و افزایشش میدم. داخل حلقه پشتیش 2 تا پایه کوتاه میبافم به این شکل. حالا ببینید الان این قسمت 8 تا پایه ما داشتیم. 8 تا پایه ما به هم ترتیبی که افزایش دادیم رسید به 12 تا پایه و اینجا بلندترین قسمت کش بافتمون هست و الان میخوایم دوباره از همینجا شروع کنیم به کاهش دادن و پایه هامون رو کم کنیم برسیم به همون 8 تا پایه که ببینید به این شکل هست. از اینجا کم میشه، کم هست، اضافه میشه میاد بالا و دوباره کم میشه میاد پایین. حالا ما میخوایم این قسمت پایین اومدن رو ببافیم. خب زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم رج 6. همینجا کاهش میدیم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. به این شکل کاهش میدم که از قلاب میبرم داخل حلقه پشتی پایه اول و همچنین حلقه پشتی پایه دوم. بعد نخ میگیرم میارم بیرون، 2 تا نخ و 2 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنم که به اصطلاح همون پایه کوتاه بافتم. 2 تا روش دیگه کم کردن پایه هست که من توی این ویدیو بهتون توضیح دادم، اینجا میگذارم، اگه دوست داشتین برید ببینید. حالا ادامه بافت 10 تا پایه رو ثابت میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا پایه رو که ثابت بافتیم، رج 6 تمام شد، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. برای بافت رج 7 ما این قسمت 9 تا پایه رو ثابت میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا دوباره یه دونه رو کاهش میدیم و 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم مثل قبلی به این شکل. و دوباره برای بافت رج 8 من اینجا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، همون شروع رج یه دونه کاهش میدم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم و بعد تا آخر رج 8 تا پایه رو ثابت میبافم. نخم تمام شد. خب من نخم رو گره زدم، این قسمت 8 تا پایه رو ثابت تا آخر رج بافتم. حالا برای بافت رج 9 یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، این قسمت 7 تا پایه رو ثابت میبافم. 3 4 5 6 7 تا پایه رو ثابت بافتم. حالا اینجا دوباره میخوام یه دونه کاهش بدم، این 2 تا پایه باقی مونده با هم یکی میشه به این ترتیب. حالا ببینید الان ما دوباره رسیدیم به 8 تا پایه. اینجا شروع رج 8 تا پایه بود، دوباره اینجا ما رسیدیم به 8 تا پایه. حالا میخوایم دیگه همین بافتی که از اینجا تا اینجا داشتیم رو تکرار کنیم، انقدر تکرار کنیم تا اینکه این بافت به اندازه دور تا دور سرمون بشه و این 2 تا قسمت رو روی هم بذاریم. ببینید اینجا که من این کلاه رو بافتم به این شکل در بیاد. حالا دیگه از رج 2 ما تکرار میکنیم، یعنی اینجا من میام یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، شروع رج یه دونه افزایش میدم، 2 تا پایه کوتاه یک جا میبافم و این قسمت 7 تا پایه رو ثابت میبافم. خب 7 تا پایه رو که ثابت بافتم، یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. حالا این قسمت 8 تا پایه رو ثابت میبافم، این پایه آخر رو افزایش میدم. 8 تا پایه این قسمت ثابت بافتم، این پایه آخر رو افزایش میدم، 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافم و دیگه به همین ترتیب این بافت رو انجام میدیم تا رج 9. تا رج 9 که بافتیم که میشه
اینجا و دوباره تکرار میکنیم از رج 2 تا رج 9 و همینو دیگه به هم ترتیب اینقدر تکرار میکنیم که به اندازه دور تا دور سر میشه. و اینجا دقت کنید آخرین رجی رو که میبافین رجی باشه که ما اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه داریم که رج بعدی میشه 8 تا پایه. برسیم به این اول بافتمون که ما اینجا الان ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه داریم. خب حالا میخوایم این دو تا قسمت رو به هم وصل کنیم. من الان میام اینجا این قسمتی که اول بافتم هست، اولین پایه قلاب رو از هر دو تا حلقه رد میکنم، این نخ رو میگیرم میارم بیرون، بعد نخ رو محکم میکشم، یه دونه زنجیره میزنم. حالا این قسمت که اول بافتم هست و به طرف من هست، قلاب رو از هر دو تا حلقه اولین پایش رد میکنم. این قسمت قلاب رو از حلقه پشتی اولین پایش رد میکنم، نخ میگیرم و از حلقه روی قلاب ردش میکنم، به اصطلاح پایه شلال میزنم و به همین ترتیب این بافت رو ادامه میدم تا دو تا قسمت بافتم به هم وصل بشه. خب حالا دقت کنید اینجا ما با این طرف بافتمون 8 تا پایه داشتیم، این طرف بافتمون 9 تا پایه داشتیم و باید این بالا این 2 تا پایه کاهش پیدا کنه. پس من این 2 تا پایه اینجا رو 2 تاشو با این میبافم. الان ببینید اینجا قلاب از هر 2 تا حلقه که میبرم، اینجا از حلقه پشتی این میبرم، نخ میگیرم میارم اینجا بس میزنم و دوباره از همینجا میرم حلقه پشتی پایه آخر رو میگیرم و میارم و بس میزنم و یه دونه زنجیره میزنم اینجا پشت کلاهمون کار رو برمیگردونم و اینجا میشه روی کلاه و ببینید که نقطه اتصال اصلا فرقی با بقیه رج ها نمیکنه و کار کاملا تمیز در اومده. حالا چون ما دیگه میخوایم قسمت بالای کلاه رو با یه رنگ دیگه ببافیم، پس اینجا آخرین بستمون رو که زدیم یه دونه زنجیره میزنیم، نخ رو قیچی میکنیم و درش میاریم و دیگه کاری به این نخ این رنگمون نداریم. ببینید که به این شکل در میاد. میتونید همینو هم به عنوان هدبند که به شکل یک تاج هست برای کوچولوهاتون استفاده کنید. خب حالا برای بافت قسمت بالای کلاه من رنگ جدیدم رو گره میزنم، قلاب رو میبرم داخل گره و اینجا این قسمت بالاترین نقطه از قسمت کش بافتمون قلاب رو میبرم داخل، نخ میگیرم و پایه کوتاه میبافم به این شکل. پایه بعدیش رو پایه نیمه دوبل میبافم به این شکل. پایه بعدیش رو پایه دوبل میبافم یا پایه بلند. خب حالا این پایه بعدش رو یک پایه نیمه دوبل بلند میبافم، یعنی پایه نیمه دوبل که با پایه دوبل که با 2 مرحله بافته میشه اینجا با 3 مرحله میبافم به این شکل. نخ دور قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا این حلقه اول رو به صورت زنجیره میبافم. حالا این 3 تا حلقه روی قلاب رو طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنم به این شکل.
و اینجا این پایه که قسمت پایین ترین قسمت کش بافت هست رو با بافت پایه 3 مرحله‌ای می بافم. به این شکل که 2 بار نخ رو میندازم گردن قلاب، قلاب میره داخل پایه نخ میگیرم میارم بیرون. حالا طی 3 مرحله 2 تا حلقه های روی قلاب رو با هم یکی میکنم. ببینید. حالا از اینجا تا اینجا قرینه همین قسمت رو میبافم. یعنی الان ببینید پایه بعدش رو من یک پایه دوبل بلند میبافم. به این شکل. پایه بعدیش رو یک پایه دوبل، بعد یک پایه نیمه دوبل و بعد یک پایه کوتاه که دوباره رسیدم به بالاترین نقطه کش بافتم. حالا همینو دیگه از اینجا تا اینجا هر کاری کردیم دیگه به ترتیب تکرار میکنیم دور تا دور کلاه. من یه بار دیگه میبافم دیگه بقیه‌شو دیگه تکراره. خب اینجا پایه کوتاه که بافته شد الان یه پایه نیمه دوبل میبافم، بعد یه پایه دوبل، بعد یه دوبل بلند، بعد یه پایه 3 مرحله‌ای. حالا دوباره یه دوبل بلند، یه دوبل ساده، یه نیمه دوبل و یه کوتاه. ببینید به این شکل میشه. همینو دیگه تکرار میکنیم تا پایان رج. خب من اینو تا آخر بافتم. همطور که میبینید ببینید چون پایه اولم پایه کوتاه بود پایه آخرم باید پایه نیمه دوبل باشه. اگه درست بافته باشید اینجا باید پایه نیمه دوبل باشه که بعدیش پایه کوتاه هست. خب حالا اینجا توی اولین پایه رج میام بست میزنم یا پایه شلال میزنم به این شکل. شروع رج 2 تا زنجیره میزنم. حالا از اینجا به بعد دیگه این رج رو انقدر تکرار میکنیم تا قد کلاهمون به دست بیاد. نخ دور قلاب میره زیر پایه نخ میگیریم و پایه دوبل برجسته از رو میبافیم. به همین ترتیب دیگه روی هر کدوم از پایه همون یک پایه دوبل برجسته از رو میبافیم. به این شکل. ببینید همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو تا آخر بافتم. الان میام توی اولین پایه رج بست میزنم. ببینید حالا دیگه تکرار همین رج من الان شروع رج 2 تا زنجیره میزنم و از اولین پایه شروع میکنم و روش یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم. به همین ترتیب دیگه روی هر پایه یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم. خب دیگه اینو تا آخر میرم دوباره میام توی اولین پایه رج بست میزنم و روی هر پایه یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم. انقدر این رج رو تکرار میکنم تا اینکه قد کلاه من به دست بیاد. ببینید الان همین رج پایه دوبل برجسته از رو انقدر تکرار کردم تا قد کلاه من به دست اومده که الان ببینم چند سانت هست. خب 18 سانته. قد کلاه من الان 18 سانته و الان میخوام این تعداد پایه ها رو کم کنم، کم کم کلاه رو جمع کنم و ببندمش. خب حالا من به اندازه ای که قد کلاهم به دست بیاد این بافت رو تکرار کردم. الان میخوام پایه ها رو کاهش بدم و کلاه رو جمع کنم. اول رج 6 تا پایه دوبل برجسته از رو ثابت میبافیم. 1 2 3
4 5 6 6 تا پای بلند برجسته از رو که ثابت بافتیم. حالا 2 تا رو میخوایم با هم یکی کنیم و به اصطلاح کاهش میدیم. روی اولی یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم. مرحله آخرش رو روی قلاب نگه داریم. روی دومی هم یک پای بلند برجسته از رو به صورت نیمه میبافیم. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. همینو دیگه تا پایان رشت تکرار میکنی. یعنی الان من 6 تا پای بلند برجسته از رو باید اینجا ببافم. دومیش 3 4 5 6. حالا کاهش میدم. 2 تا رو با هم یکی میکنم. روی اولی یه نیمه میزنم، روی دومی هم یه نیمه. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنم. همینو دیگه تا پایان رشت تکرار میکنیم. خب این رج رو که تا آخر بافتیم. حالا دقت کنید که پایه آخر پایه کاهشی هست و الان من میام توی اولین پایه رج بس میزنم و بس میشم به رج بعدی. شروع رج 2 تا زنجیره میزنم. توی این رج ما کاهش اصلا نداریم. همه پایه ها رو ثابت میبافیم بدون هیچ کاهشی. من روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. اینجا بهتون نشون بدم که پایه کاهشیمون رو به چه صورت میبافیم. خب رسیدیم به این پایه کاهشی که رج قبل کاهش دادیمش. ببینید این 2 تا پایه تبدیل شده به یک پایه و من از زیر این 2 تا میرم، این نخ رو میگیرم و پایه بلند برجسته از رو میبافم. همین که روی همه پایه ها یک پایه بلند برجسته از رو ثابت میبافیم. خب رج ثابتم رو بافتم. حالا توی این رج ما 5 تا پایه رو ثابت میبافیم. اول رج روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم. این چهارمی و اینم پنجمی. حالا 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. روی اولی یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی دومی هم یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. 5 تا پایه رو ثابت میبافیم، بعد یه دونه رو کاهش میدیم. خب این رج رو که تمام کردم، توی این رج دوباره میخوام پایه ها رو ثابت ببافم و روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم بدون اینکه هیچ پایه ای رو کاهش بدیم. همه پایه ها رو ثابت میبافیم. اینجا دقت کنید این پایه کاهشیمون اینجا قلاب از زیر این 2 تا که با هم یکی شده میبریم و پایه بلند برجسته از رو میبافیم. خب حالا این رج که تموم شد، رج بعدی میخوایم دوباره کاهش داشته باشیم. شروع رج 2 تا زنجیره میزنیم. بعد اول رج 1 2 3 و 4 تا پایه رو ثابت میبافیم. بعد یه دونه رو کاهش میدیم. 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. این 1 اینم 2. ببینید 2 تا با هم یکی شد. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج کاهشیمون که تموم شد، دوباره این رج رو میخوایم ثابت ببافیم. روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم و هیچ کدوم از پایه هامون رو کاهش نمیدیم. این پایه کاهشی که اینجا هست روش یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل. خب رج ثابتمون رو که بافتیم، توی این رج دوباره میخوایم کاهش داشته باشیم. اول رج 1 2 و 3 تا پایه رو ثابت میبافیم. بعد یه دونه کاهش میدیم. روی اولی یک پایه بلند برجسته از رو به صورت نیمه، روی دومی هم به همین شکل. حالا
این دوتا رو با هم یکی میکنیم. همینو دیگه تا پایان رشت تکرار میکنیم. دوباره میایم 1 2 3 تا پایه رو ثابت میبافیم، یه دونه رو کاهش میدیم. خب این رج 3 تا ثابت یه دونه کاهش رو که بافتیم، حالا دوباره میخوام یه رج رو ثابت ببافیم، ساده بافی انجام بدیم و روی هر پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم به این شکل بدون هیچ کاهشی. ببینید این پایه کاهشیمون بود که الان روش یک پایه برجسته از رو میبافیم. خب حالا توی این رنگ من میخوام رنگم رو عوض کنم. شما میتونید با همین رنگ ادامه بدین. حالا چون میخوام رنگ رو عوض کنم، میام بستم رو با رنگ جدیدم میزنم به این شکل. بعد نخ قبلی رو محکم میکشم تا صفر بشه. حالا شروع رنگ 1 2 تا زنجیره میزنم. بعد توی این رنگ میخوایم کاهش داشته باشیم. دوباره 2 تا پایه رو ثابت میبافیم، روی هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم و بعد یه دونه رو کاهش میدیم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. روی اول یک پایه به صورت نیمه میبافیم، روی دومی هم یک پایه به صورت نیمه میبافیم. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنیم. همین رو دیگه تا پایان رنج تکرار میکنیم. خب این رنج که تموم شد، رنج بعدی هم باز دوباره میخوایم کاهش بدیم. شروع رنج 2 تا زنجیره میزنیم. حالا اینجا یه پایه رو ثابت میبافیم، پایه بعدش رو کاهش میدیم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم به این شکل. همینو دیگه تا پایان رنج تکرار میکنیم. یعنی الان من دوباره اینجا یک پایه رو ثابت میبافم، بعد 2 تا رو با هم یکی میکنم و به اصطلاح کاهش میدم به این شکل. این رج آخر هست و ما باز میخوایم کاهش داشته باشیم و به ترتیب پشت سر هم میخوایم کاهش داشته باشیم. شروع رج 2 تا زنجیره میزنیم و به ترتیب پشت سر هم کاهش داریم. روی اولی یه پایه نیمه، روی دومی هم یه پایه نیمه، 2 تا رو با هم یکی میکنیم. بعدش به همین شکل دوباره روی اولی یه پایه نیمه، روی دومی هم یه پایه نیمه، بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم. همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. پشت سر هم پایه ها رو کاهش میدیم. خب این پایه آخر رو که کاهش دادیم، مییم توی پایه اول رج بس میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، نخو یکم بلند قیچی میکنیم برای بستن این حفره بالای کلاه که با سوزن این کارو میکنیم. نخمون رو سوزن میکنیم. حالا یکی یکی پایه ها رو سوزن از داخلش رد میکنیم و نخ رو میکشیم. این کار رو تا قسمتی که شروع کردیم ادامه میدیم. خب حالا این نخ رو محکم میکشم کامل. ببینید این بالای کلاه بسته شد. یه گره همینجا میزنم که محکم بشه. بعد اضافه نخ رو میبرم پشت کار. اینجا هم یه گره دیگه میزنم که محکم بشه کامل. به این شکل اضافه نخ رو هم قیچی میکنم. در نهایت ببینید که کامل اینجا بالای کلاه بسته شده. خب اینم از انتهای کار. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. حتما ببافید و به منم نشون بدین. موفق باشید. خدا نگهدار.